جنبش دانشجویی آذربایجان راه خود را برگزیدند. جنبش دانشجویی آذربایجان از اساس، تفکر، فلسفه و بنیان با جنبش دانشجویی مرکزتان متعارض است. تعارضاتی که در بخشی از آن در این جملات بیان شد و هیچگاه جنبش دانشجویی مرکز قادر به فهم و پاسخ به این سوالات نخواهد بود. آذربایجان و جنبش دانشجویی امروز از خود میگوید، به تاریخ و سابقه سیاسی خود رجوع می کند و به دنبال تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و هویت تاراز شده خود می باشد. ممنونم که تحمل کرد. 200 میلیارد تومانی اتوبان اهر تبریز بیش از 2 دهه است که معطل مانده است. غرضم بحث اقتصادی نیست، غرضم اینه که معطل مانده به چندین هزار آذربایجانی در این مسیر تلف شده اند. به نظر میرسد در سیستم شما جان شهروندان درجه 2 اهمیتی ندارد. آقای دکتر، آیا میدانید چندین شهر آذربایجان را با 3000 میلیارد تومان با آزادراه اتوبان میتوان به هم وصل کرد؟ مورد دیگر، به گفته وزیر راهتان 45% جمعیت تبریز حاشیه‌نشین ها هستند. آقای میلانی شرمنده واقعا، ما مدیون دوستان دو دقیقه تموم میکنم. شما سالی 10 بار از این مراسمات داریم. حالا یک 5 دقیقه شما میبینید اقبال عمومی رو. یه 5 دقیقه آقای دکترم مطمئنن این سری و صد رو دارن تحمل کنن. یه 3 دقیقه من تمومش میکنم. این مثالم رد میشم چون مثالها بسیاره، حالا که دوستان اذیت میشن از گفتن مثالها. آیا دکتر، شما هم به عنوان فردی که 10 سال در صدر یکی از مهمترین وزارتخانه های این کشور بوده اید، به سهم خود در این اقدامات دستی بر آتش دارید. این آمارها و هزاران آمار دیگر نشان می‌دهد که برای مردم آذربایجان دول اصولگرا یا اصلاح طلب و سبز و قرمز و نارنجی هیچ مردم آذربایجان راه خود را برگزیده‌اند. جالب است به این نکته اشاره کنیم که برخلاف ادعاهای گوشکرکن اصلاح طلبان در مراسم مختلف دیده شده است که بوی تعفن تفکرات شوونیستی و نجات پرستانه اتفاقا از اردوگاه ایشان بلندتر از اردوگاه اصولگراها به مشام میرسد. جالب است میرسم به سوالاتش. جالب است که همان 2 واحد زبان ترکی نیز در دوره 10 ساله وزارت جناب عالی در کشوی میزتان خاک میخورد و در نهایت وزیر دولت بعد آن را تصویب کرد. آقای دکتر مویی، چگونه میتوانید نقش خود در بسط تفکرات نجات پرستانه نهادینه شده در کاربرد این اجتماع و نابرابری‌های اعمال شده در حق این ملت را توجیه کنید و مگر میتوان توجیه کرد؟ آقای دکتر معین، شما دیروز و امروز با تفکری شوونیستی هم مسیر و همراه شده اید که از اصلی ترین مسببان یکسانسازی زبانی و آسیمیلاسیون فرهنگی در ایران به شمار می‌روند. تفکری که در ایران معاصر به اراده‌ای برای تغییر هویت حقیقی ملت و تحمیل و تزریق هویت جعلی برای آنان بدل گشته است. آقای دکتر معین، به راستی اگر حامی چنین سیستم فکری نبوده و نیستید، چرا صراحتاً آن را اعلام و معترض آن نشده اید؟ و آیا اساساً مگر میتوان اعتراض هم کرد؟ جناب آقای دکتر معین، سال آخرم جناب آقای دکتر معین، با وجود جناب آقای دکتر معین، با وجود نه ترجمه اینجا به جای من اونجا بشین گوش میکنم. نطق قرار خیلی جالبیه، استفاده میکنید. یک دقیقه که نمیشه. ساده
آقا شما مختل که میگین نمیدونم اصولگران و مغزشون متجهله، شما اونا چه فرقی دارید؟ بند آخرمه تموم میکنم. تمام بفرمایید جناب آقای دکتر مبتویی. جناب آقای دکتر معین، با وجود احترامی که به شخصیت آکادمیک جناب عالی قائلیم، ولی به نظر میرسد که بهتر است به مرکز برگردید و به سایر دوستان مرکز نشینتان بگویید که آذربایجان دیگر آن ابزار همیشه در دسترس شما و دوستان اصلاح طلبتان نیست و نخواهد بود. مردم آذربایجان و در پیشگاه آن جنبش دانشجویی آذربایجان راه خود را برگزیدند. جنبش دانشجویی آذربایجان از اساس، تفکر، فلسفه و بنیان با جنبش دانشجویی مرکزتان متعارض است. تعارضاتی که در بخشی از آن در این جملات بیان شد و هیچگاه جنبش دانشجویی مرکز قادر به فهم و پاسخ به این سوالات نخواهد بود. آذربایجان و جنبش دانشجویی امروز از خود میگوید، به تاریخ و سابقه سیاسی خود رجوع می کند و به دنبال تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و هویت تاراز شده خود می باشد. ممنونم که تحمل کرد. امیدوارم که یک شبه‌ای از اون شعر رو تونسته باشم خدمتتون برسونم و توجهتون رو جلب کنم. ممنونم از کار شما که حالا به صورت نصف نیمه امانه یه وقتی به زور ازتون گرفتیم.